پروان دیدار این لحظه به ناحیه درواز رسید، یعنی از ولایت مختار کردستان بدخشان از مرکز ماموریان برگشت و ما الکی از درواز راه پیش گرفتیم به سوی خطلان زمین و بیاید ما در داخل مثلا همین میکرواتوبوس که رفته ایستادیم اندیشه مادران رو میپرسیم که مثلا اینقدر طبیعت زیبا رو دیدن، فرزندان رو دیدن، چه تاثیرات دارن که برای ما و شما میگن. و کنار ما یک مادر بسیار هم زیبا و مهربان است که میخوایم از اون کسر کنیم چی تاثیرات دارن. از این سفر چی تاثیرات دارید خدا جان؟ از کجایت و چی تاثیرات؟ این وقت رحمت به شما که ما را یک فرزنده را بردیم، خبر گرفتیم، جوشان ساز رحمت. وقتی فرزندتون رو دیدین چی احساس پیدا کردین؟ چی خیلی بود؟ بچم ناز رحمت گفت کماندیرشم همین خیلی در اومدم گفت که بچه تعلیم کدگی دادگی در رحمت گفت بچه نغزه گفت چی گفت بگیم گفت میکنه خدمت منه ادا کده ایسده همش ناز همش شرایطشان سوز بچه خدمم خیلی میپختک اوقات میپختک و گفت که بچه نغز ساعتی 4 میخزیم اوقات تیار میکنیم چای میجوشونیم بچه ها میتیم میبریم همش سوز کماندیرون هم نغز رحمت. اگر که شما پسر دیگر بدوشید به خدمت روی میکردید؟ رحمت به شما این قمه نداریم جناب عالی در رحمت که ما را این خیل پیش بوده این خیل وقتی دیده اومدیم بچه ها را دیدیم. همچون یک مادر مرزبان چی دعا میکنید به مرزبان؟ تا سلامت خدمتشان ادا کرده خانه بیایید. اهل ایجاد زمین خطان هم در آرزوی آن است که فرزندان همه شما فرزندان آن مادرانی که در صف قوه‌های مسلح فرزندشون خدمت میکنن مرز تاجیکستان مرز ناموس حمایت میکنن ساق و سلامت با سری بلند با افتخار و غرور ملی بر نزد و به آغوش آنها بر بگردن. آشا جان شما فرزندتون دیدین چه احساس پیدا کردید؟ فرزند من بچه جان من فرزند من دیدم خرسند شدم بچم خدا با شکر که هم نغز نگاه کردن داره جایش همین همه چیزش هست ایده خدا با شکر لباس و جای گرمش و همه اوقاتش و وقتش ممکن من خودم خانه با وقتش من اوقاتش بچه من دادن نمیتونم لیکن اینا وقتش به دادن داره همه چیزشه خدا با شکر همش سازه بچم راضیم ای همش اگر شما نمی آوردین من نمیتونستم آمده الحمدلله خدا با شکر شما با هزار رحمت پرزیدنت شما ده لایم برکه یا بیتان بچه جانم اگر شما نمی آوردین من نمی آمدم خدا با شکر که آوردین آمد. چخیل فضای راه خسته نشده؟ نه خسته نشدم همین فرزند من بینم اگر هستگیم همش میرد همین حیات من فرزند من همین بچه های من حیاتی زندگی من همینه 1000 میلیون هزار رحمت میگم اینا با الهی برکه یا با فرزندشون روز نقلش بینه خدا با راضی شه و عمرشون رزقتون خدا من برکتیه. ما نزد این مادری اومدیم که برای دیداربینی فرزندشون بسیار به طاقتی میکشید مثل اون که در حیات مراتب نخست فرزندشون ببینن. سلام مادر جان از کجا هستید و وقتی که در این سفر در کارون فرزند ندیده چه احساسی؟ احساساتی که بیان کرده نمیشه احساساتی که فهمانده نمیشه احساساتی که مادر میگه هیچ نفر هیچ فرزند یا هیچ آدمی که احساسات مادر فهمانده نمیتونه این یک احساساتی که همه وقت بر وجود مادر هست و همه فرزندشون هست هر یک فرزند می‌آفرد هر یک فرزند تربیت می‌دهد هر فرزند همین فرزند فخر
مادر میشه، افتخار مادر میشه. همین فرزند همه وقت سربلندی مادر میشه. بله. همین فرزندا کاری خطا کند سر مادر و پدر خم میشه، کاری بزرگواری کند سر مادر و پدر سربلند میشه. هم فرزند هم مادر. من فخر میکنم که فرزند من در قشرهای سرحدی خدمت میکنه، ما را از همه چی امین میدارد، ما را از همه چی محافظت میکند، شبهای بیخوابی میکشد. بعضی وقت میگه شکر خدا که من همین سرحد دیدم، مادر پدر من از دور من همین خیلی تنج و آرام زندگی میکنه. وقتی که شما فرزند به لباس نظامی آغوش گرفتید احساس امنیت کردید یا نه؟ البته احساس امنیت از همه درجه احساس کردم که فرزند من سرباز است. فخر کردم، از فخر نمیدونم چیز گویم. یک احساس بود که ویا بیان کرده نمیشه. از فکر من همین خیلی من بیان کرده نمیتونم، وای رو ادا کرده هم نمیشه بیان کرده. همه شرایطشون مهیا، همه چیزشون هست، سر لباسشون هست. به نهایت از جهت دولت داری همه چیزشون خیلی گویم تامینات هست. فرزندمون همشون روزیان از خدمت. من 2 شب مهمان شدم، خدا بشکر همه سالدت بچه و همه فرزندای ما میشه اومدن دیداربینی کردن، به نهایت خرسند شدن. همراه بچه من همشون مرا ضیافت کردن، مرا پیشواز گرفتن، مهمان نوازی کردن، جای خدمت کردگیشون نشون دادن، سیر کردن، تماشا نشون دادن. همشون دیدم. به نهایت من راضی هستم، فرزندم هم راضی است. دعای شما همچون مادر مرزبان، سرحدبان به سربازان چی است؟ به سربازان عمری دراز، از همه بهترین عمری دراز، سلامتی، صحتی، 2 سال دراز خدمت کنند به وطن، به مادر. همینا هست، ما هستیم. عمرشون دراز شود، خدمت کند، وطن محافظت کنند. همه وقت عمرشون دراز شود، برکت یابد در وطن. وقتی که شما حرکت میکردید در شاهراه ختلان پامیر، فضا چه بود، طبیعت چه بود، راه چه بود، چگونه تاثیرات برداشت از راه؟ به نهایت تاثیرات خوب برداشتم. منظره های زیبا، جایهای خوب، آب و هوای زیبا. علل خصوص در همین جایی که من ایستادم، در همین جایی که من فرزندم رو پیشواز گرفتن مرا، ناحیه درواز به نهایت خوب است. آب و هوای خوب، منظره های زیبا، جایهای خوشرو، علل خصوص همه جایشون خوب. من روزی هستم که فرزندم همین خیلی جایی بر خدمت کرده ایستاده است. میnnت‌داری خودم رو بیان کردم و همه همین تشکیلاتیون و همه همین ما رو راهنمایی کردن، ما رو آوردن، ما رو هدایت کردن، ما رو نشان دادن فرزندامون و همه اینو 100 بار 1000 بار رحمت میگم، 1000 بار میnnت‌داری خودم رو بیان می‌کنم. بزرگوار میفرماید بیننده عزیز که من اگر ما نشویم تنهاییم، تو اگر ما نشوی تنهایی. یعنی اگر فرزند مادر من، فرزند مادر تو و فرزند این مادران به صف ارتش شوند و حمایتگر این مرز، این ناموس، حمایتگر این وطن صلح و امنیت داشته، این وطن صاحب استقلال، این وطن بجان برابر نباشند، یعنی که کی میشود؟ کی وطن ما را حمایت میکنه؟ چون میگن که خط سرحد خط ناموس من است، در دفاعش صرف نیروی جوانه میکنه. مرز مستحکم کفیل صلح و امنیت باید حفظ امن و وحدت و صلح و امانی میکنه. باعث افتخار است که امروز جوانان تاجیک با عزم و اراده قوی و یک استوار و مثل انگشتان یک مشت شاخه های یک درخت، فرزندان یک مادر از یک گریبان سر برآورده برای دفاع وطن عزیزمان به صف ارتش رفته مکتب مردانگی را می آموزند. از مکتب مردانگی
میگذرند، خود را به زندگی مستقلانه آماده میکنند. در این برابر حفظ از عائله، خواهر، مادر، برادر، اقربای خود میکنند. چون که گفتم کاروان دیدار ما گروه مادران را از شهر و نواحی منطقه باختر فرا گرفته است و مادر دیگر از شهر زیبای لیوکن که سالهای قدیم مالینکی پریش میگفتند ما را همراهی دارد. فرزند خود را دیدن هنگام صحبت با دیدار با فرزند از چشمانشان اشک شادی ریخت که دوربین روزنامه خطلان این لحظه را نواربرداری کرد که به شما کارگردان نشان میدهد. بیاید ما اندیشه‌اش را میپرسیم که پس از سفر چه تاثیرات دارند. درود مادر بزرگوار، تاثیرات شما سفر چگونه است؟ ما رفتیم به عیادت فرزندان و دیداربینی فرزندان پسران که در صف قائم ساله خدمت وطن مادر را ادا میکنن. به خبرگیری رفتیم، دیدیم، خرسان شدیم، جای زیستشونه، خورد و خوراکشونه، لباساشونه، جای خوابشونه همه دیدن نمودیم. خیلی میگن شنیدن که بود مانند دیدن، با چشم خود دیدیم. همه رو با دل پر با خاطر جمع به خانه برمیگردیم. شب همراه فرزندتون خواب کرده، چگونه بود شرایط؟ شرایط به نهایت خوب بود. ما را کارمندانی قسم حربی نقض خوب پیشواز گرفتن، با خوراک، با جای خوب، با همه تامین کردن. ما را با فرزندان در یک جا اجازه دادن. یک روزی در روز با فرزندان صحبت کردیم، شیشتیم، نشستیم، خوراک خوردیم. شب اجازه دادن که با ما خواب روند. فرزندان با ما خواب روند، با آغوش مادران خواب روند و ما اجازه دادن صحبت تلفنی هم میکردیم. ما را میگفتن نه که ما آمدیم همه کارا بدین. در وقتای خالیگیشون مشق میکردن، در وقتای خالیگیشون کتاب میخوندن، در وقتای خالیگیشون تلویزیون تماشا میکردن. همه چیزا را ما اومدیم در همه قسم حربی شهر خاروق در مرکز تعلیمی همه را دیدیم ما که همه چیزا در حقیقت هستند. من همچنین هم مادر از نام خود و از همه مادران شخصا و پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان علی رحمان و رئیس ولایت خطلان و ریاست جوانان ولایت خطلان منتداری خود را و همه مادران را میرسونیم که جلب کردن، ما را بردن آوردن. بیننده عزیز، در واقع تاثیرات هر یک مادر بسیار یک عجیب است، بسیار یک لذت بخش است. چون کاروان دیدار هم نام گذاشتن این گروه مادران و این سفر بیهوده نیست. چون وقتی که مادر فرزند با لباس حربی میبیند یک احساس دیگری هست که تنها اینا گروه ایجادی دید و نواربردار ما البته در چند لحظه اونا به نوار گیرید که ما در این گزارش برای شما نشان میدهیم. و میگد که خدمت مادر وطن قرض است و فرض. من شدم لایق به این قرض وطن، ننگ من با آر او پیوسته است. پاسبانی میکنم مرز وطن، با امید تنصیحاتی هر یک سربازی که در مرز است، با امید آن که زندگی یک وطن ما آباد و آسوده باشد، با امید آن که تاجیکستان ما همیشه سرسبز و خرم باشد. بیننده عزیز، اینجا صحبت سرراهی را به انجام برسانیم و ما البته کوشش میکنیم که از اون تاثیراتی که در رفت سفر 3 روزه ما در این کاروان دیدار داشتیم قسمت به قسمت در صحیفه های اجتماعی روزنامه بهر شما پیشکش کرده باشیم. طول این سفر بود با شما من نبی جان سید ابرار و کارگردان و نواربردار روزنامه خطلان عبدالله ریایوف. با خطلان باشید و بهترین ها را بخوانید، ببینید و بشنوید.